باعث افتخارمه داشتن این تندیس، به خاطر تک تک رأی‌هایی که به من دادین، به خاطر عشق و مهر و محبتی که تمام روزهای کیمیا هر جایی که من دیدین بهم ابراز کردین. بسیار زیاد دوستتون دارم، بسیار زیاد برام ارزشمنده، بسیار زیاد برام باعث افتخار داشتن این تندیس. و بعد ازتون تشکر کنم به خاطر اینکه 4 ماه واقعا میزبان عالی برای ما بودین. به هر حال این رأی مردم فکر میکنم نهایت هدف هر کدوم از ماست. شما به خاطر شما کار میکنیم، دلمون میخواد که به دل شما بشیم. اول از همه تشکرم برای شماست. بعد از هیئت انتخاب تشکر میکنم که کار منو دیدن و منو شایسته دونستن که اصلا به رأی شما گذاشته بشم. از دوستان خوب برنامه 3 ستاره تشکر میکنم، از تک تک بچه‌ها که خیلی زحمت کشیدن که این برنامه سر پا باشه و عادلانه، مهربانانه و با دوستی و همدلی دارن کارشون رو انجام میدن. به نظرم خیلی عالیه، یه تیم جوون خوب و همینطور از شبکه 3 که چنین فرصتی رو ایجاد کرده. بعدم از همکاران خیلی خوبم در کیمیا تشکر میکنم، از تک تکشون. مرسی، به خاطر همدلی اوناست من الان به نمایندگی اونا دارم این جایزه رو میگیرم. و از خانواده‌ام هم باید تشکر کنم که هرچی که دارم مدیونشونم و با افتخار همیشه جوایزم تقدیم میشه بهشون. همیشه سال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که بهترین لحظه ها رو در سلامتی کامل سپری کنیم. عیدتون مبارک. بسیار زیاد دوستتون دارم. مرسی.